یه قسمتی توی مغز همه ما وجود داره به اسم anterior mid cingulate cortex. وقتی یه آدم کاری رو انجام میده که دوست نداره انجامش بده، مثلا یکی عاشق شکلاته، امروز سعی میکنه شکلات نخوره، یا یکی از آشپزی کردن متنفره ولی تصمیم میگیره امروز وایسه و یه غذا درست کنه. فعالیت عصبی توی این قسمت از مغز افزایش پیدا میکنه و anterior mid cingulate cortex شروع میکنه به رشد کردن. قسمت جالبش اینجاست که مهم نیست اون کار چقدر سخت باشه. اگر از انجام دادن اون لذت ببریم، این قسمت از مغز رشد نمیکنه، در حالی که سایزش کوچیک هم میشه. در واقع اگر نخوایم کاری رو انجام بدیم ولی اونو به هر حال انجام بدیم، این قسمت از مغز شروع میکنه به تحریک شدن. حالا شاید سوال کنید اصلا چرا باید بخوایم که anterior mid cingulate cortex مغز ما رشد کنه؟ جوابش اینه که یه ویژگی مشترک بین همه آدمایی وجود داره که سن بالایی دارن، طول عمر زیادی رو تجربه کردن، در عین حال به بیماری‌های نورولوژی مثل آلزایمر دچار نشدن. اونم اینه که این افراد تونستن anterior mid cingulate cortex مغزشون رو فعال و بزرگ نگه دارن.